سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه یک نوع پیراگ بیحد آسانک تیار میکنیم. البته کانال من با آبونه شدگی میدونن که در کانال من پخت و پزهای کم خرج و برای زنها دسترس میباشد. همین سبب من حرکت میکنم که برای زنها یگانچه تیار کنم که دسترس و کم خرج باشد. امروز پیراگ ما نام دارد یک استکان، یعنی با یک استکان چینک میکنیم. یک استکان شکر، یک استکان شیر، یک استکان روغن، 3 دانه تخم و 2 استکان آرد میکنیم. مثلا استکاندان 220 گرم، 200 گرم، 150 گرم. خیلی همه محصولات ها باید این طور یخ شود. آردش باید 2 استکان شود. برای همین میتونید با چینک خودتان تیار کنید. یعنی از این محصولات های من 150 گرم، استکانم 150 گرم بود. لیست تفتانتان رو دیده تیار کنید. مثلا پیراکی کلان خواهید، لیستتان باید کلانتر باشد. یا که پیراکی من بسیار میشد گفته یک کاسگی گیرید، الکی و هم میدانید که در اینش خام میبید، لیستتان مایده باشد. برای همین حرکت کنید چینی لیستتان دیده محصولات گیرید. همین محصولات ها برای تیار کردنی پیراگ لازم است. جای رزرخلیتل میتونید ساده اکسوس استفاده برید. خیلی ونیلینی سخر شرط نیست. همین محصولات ها در کار برای پیراگ. من 3 دانه تخم گرفتم. با شکر تا کمتر سفید شدنش لرد میزنیم. میتونید با همراهی وینچ لرد زنید. خیلی شرط نیست. بلندر قطعی خیلی با اینکه آسان‌تر. ما کمتر لرد زدیم، سفید شد. من روغن، شیر. جای شیر میتونید کفیر استفاده برید. کدامش برای شما دسترس باشد. سمیتانه باشد میتونید کمتر آب همراه کنید. من همه محصولات آمیخته کردیم. اکنون آرد همراه میکنیم. من آرد با یک پچکر از رخلیتل همراه میکنیم. اگر ویدیوهای من به دقت داده باشید، من همه وقت رزرخلیتل آرد به همراه کرده بعد پیراکا به همراه میکنم. برای چی؟ برای اینکه پدیامش خوشرو میبیارد. بیاد نقص همه خیلی استفاده بردنه یاد گیرید، یعنی رزرخلیتل آرد به همراه کرده. برای همین پیراکاش ما خوشرو میبیاد. همین سببم برای همین من همه وقت آرد به همراه میکنم. ما باید اگر حاضر نمی محصولاتی تیار کنیم ما به رزرخلیتل ما اندازیم، البته دازش سوخته میشه. برای اینکه محصولات ما تر حرکت کنید رزرخلیتل آرد به همراه کنید. بسم الله. ما آردمو گرفتیم. شروع آمیخته میکنیم که محصولات بسم الله. حرکت کنید در اینش به خمیرک نماند. شو همیشه آمیخته کنید. با یک محصولات شود، یک محصولات حاصل شود. من نگاه کنید، من خمیره یک خیل محصولات آمیخته کرده تیار کردم. من نگاه کنید خمیری ما نه غص نه سیوق. ریختنش نگاه کنید. اگر خمیری ما کمتر سخت بیاد میتونید بردارید، کمتر ریختنش دشوار شود میتونید کمتر شیر یا که روغن اضافه کنید. برای همین اگر قطعی همین نرمکتی کنید خودش یگانچه لازم نیه. من خیلی محصولات باید من تیار شود. بوماگه میتونن چپش به یا راستش به اندازن. یکی اینم قاعده شایدانه این طرفش البته توش نمی روشه غیجانک طرفش باید مانعی تگی پیراکی ما خوش رو بزد. وقتی ما بعدی پیراکا پختن اگر همین کاغذاش گریم خمیر بسیار رو نمیگیرد. اگر من همه ما همین پرگامنتی بوماگه استفاده بردگی میدانیم که چه خمیره برای خودش میگیره. برای همین میتونید طرفی همین روش مانید غیجانکش مانید. ما خمیری تیار کردیم ما لیست به میگیریم فرم همو باید. بسم الله. من خمیره گرفتم البته فرم به مدت 30 دقیقه به 180 درجه به تفتان میگذاریم. مابین تفتان میگذاریم. اول من تگش در میگیرم برای اینکه کمتر ورم کند. یک 10 دقیقه اول تگش میمونم کمتر ورم کند بعد بالاش در میگیرم. برای چی؟ برای اینکه اگر ما هر دوش برابر در گیرانیم بالاش هم سرخ شوی بمیداره، تگش هم الکی سرخ میشه. ما الکی حس میکنیم که
پیراک ما تیار شده است، نه که نه، برای آنکه درینش خامتر میماند. پیراک طرزی تیار کننده همه ما میدانیم که الکی سرخ شود ما میگیریم تیار شد گفته، لیکن درینش خام میپیاد. برای همین حرکت کنید که اول 10-15 دقیقه تگی تفتانه در گرانید. اتک باید خمیری ما پیام داده بدارد. بعد بالش در گرانید در 5-10 دقیقه الکی روی پیراک ما سرخ میشد. نه چگونه میبینید پیراک ما هم تیار شد. ما منه میگیریم افرما. نه چگونه میبینید من پیراکا گرفتم افرما. منه پشتاش نگاه میکنیم. منه هیچ خیلی سرخ آمده است. ما اینه گردکاشه ریزه میکنیم با کمتر آرام میتیم. منه 2 قاشق وریانی سوگوشانکا گرفتم. میتونید وریانی استفاده برید. چیزی خواهید بالاش با شکیت میشد یا که ساخنی پودر کنید، شرط نیست. من برای باز هم با لذت‌تر شدنه من سوگوشانکا میمونم. من گردکی بریدگی مویا تیارکا گذراندم. گردش به من کراشکا میکنیم. ماننده خیلی تاشچا میکنیم. چگونه میبینید پیراک ما هم تیار شد. من نمودش ببینید چه خیلی آمد. من همینطور خیلی عادی آرا دادیم. ما درنی پیراکمای ریزه کریم بینیم چه خیلی آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید ریزه کنید چه خیلی مهین. آماندگی نیه. به حد مهینی ملایمی عجایب آمده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود، برای فرزندان خود، برای عائله خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یا رو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.